3 سالی اول دوره اساسی انکشاف جسمانی و حرکتی کودک است. در دوام این مدت کودک از غلاندن به نشستن، از خزیدن به قدم‌های اول می‌گذرد. برای دستگیری کردن انکشاف سالم به کودک شرایط زیاد برای حرکت فراهم آورید. مثلا وقتی حالا نوزاد است، زود او را به شکم خوابانید تا موشک‌های گردن و پشتش قوی شود. وقتی کمی بزرگتر شد، اجازه دهید در فرش تازه و نرم خزیده چرخ زدن را یاد گیرد. در دهات معمول است که کودک را بعد سن 5-6 ماه روی زمین به کورپچه مانده گردش بالشت می‌پرتویند تا نافتد. این یک راه خوبی هوسمندسازی حرکت آزاد کودک است. هنگامی که کودک می‌خواهد قدم‌های اولین خود را گذارد، دستانش را دارید و او را دلپور گردانید. بعضی کودکان تیز قامت راست می‌کنند و راه می‌روند. مثلا الکی در 10-11 ماهگی، بعضی دیگر تا 14-15 ماهگی یا دیرتر نیز می‌توانند پای خود را مستقلانه قدم بنهند. این همه دایره مقرر است. هرچند در گهواره نگاه داشتن زیاد می‌تواند وقتی راهرو کنی و انکشاف موتوریکی را اندکی دیر کند، ولی این به معنای بد نیست. مهم آن است که وقتی کودک بیدار و هوشیار است، بیشتر وقتی بازی و حرکت دارد. به او توپچه دادن، بالشچه ها گذاشته، مانع ساختن تا از بالایش خزیده گذرد و غیره. حرکت این نه تنها برای رشد بلکه برای خوابی بهتر و اشتهای کودک نیز فایده آور است. کدام بازی های عادی را شما برای فعال کردن کودک خردسال خود استفاده میبرید؟ مثلا برای یاد گرفتن خزیدن یا راه رفتن. شرح شما را در زیر انتظاریم. سرپرستی برنامه ما باشد شرکت لین دیوید می باشد. لین دیوید، برای تمام عائله.